ببینید این مزیت رقابتی که شما برای خودت انتخاب میکنی که توی کسب و کارت پیاده بکنی باید همیشگی باشه، باید به صورت مداوم باشه. امروز نباشه که مثلا ما یه گرفتاری داریم بریم و پرخاشگر باشیم، امروز نباشه که مثلا ما سریع تحویل میدیم جنس رو سریع به مقصد میرسونیم، فردا حوصله نداشته باشیم. ببینید مزیت رقابتی باید در یک حالت ثابت و پایدار باشه، چون مزیت رقابتی امروز که ما قصد کنیم اون رو ایجاد کنیم فردا به چشم نمیاد، مدت زمانی طول میکشه که مشتری بارها و بارها ما رو تست میکنه با اون، مخاطب بارها و بارها ما رو تست میکنه با اون و بعد اون برچسب رو به ما میزنه. مزیت رقابتی یک امر پنهانی در کسب و کار ماست که اتفاقاً به صورت دهان به دهان بین مشتری‌ها میچرخه. روی این مقوله شما خیلی تمرکز بکنید، برین چند تا مزیتی رو که حالا بسته به شخصیت خودتون، بسته به شرایط کاریتون داره میتونید پیاده بکنید، اینها رو بنویسید و خودتون رو متعهد بکنید که از فردا اینها رو پیاده بکنید و در دراز مدت اینها رو انجام بدید.